شدم. آروم داداش آروم. تمیز دست سر. برو. ایران لاله چه کوچی هستی وایسادی اونجا؟ حکمه دیگه منو داره میاره. آتیش هست. خدا نزد سبا. بابا این چه کاریه؟ عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی مخلصم. حامد تبریزی هم مرسی از کانال من دارین این ویدیو رو نگاه میکنین. کنار فرنوش و مرتضی و صبا قرار بازی اسمش چی بزنم؟ آب دستمالی آب و لیوانای پر از آب گذاشتیم سر دستمالی که باز کردیم. اونجا باید بکشیم، لول کنیم بکشیم. هر چقدر ما بتونیم لیوانو به خودمون نزدیک‌تر کنیم امتیازمون بیشتره. اونی که لیوانش یه تکون میخوره آب میریزه اونجا قطع میشه، فرست میشه ترس. آقا 2 بار این بازی رو ادامه میدیم، 2 بار و مجموع هر کی بیشتر کشید اصلا چی آقا برین نگاه کنید. هر کی به بازی لایک کامنت یادتون نره. چی گفتم؟ لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. آره نه تایم خب آقا من دست اولو من میکشم، خانم امیدی شما میکشی این دست اولو، فرنوش دست اولو میکشه، من دست اولو میکشم، صبا مرتضی دست دوم میکشه. تو کوچ کن من. برو. آمین. بریم 3 آروم 2 1 برو ماشاءالله. برو دلم کرده هوا تو. برو به تموم شدم. آره آخرشه دیگه. آره تموم شد. ماشاءالله آروم خیلی یا اول آروم. برو ماشاءالله. حاجی من حاجی من برو آروم داداش آروم به قرآن تموم. ماشاءالله. حاجی آروم باخت. نه باخت میانه است. تموم شد. بفرمایید. تازه دستمالشون هم خیسه. خدای شکر. تو باید عقب‌تر. دستمالشون هم خارج شده. نه دیگه مرتضی واسه چی مثلا جرزنی بازی در میاری دیگه. بیاید جرزنی بازی. آینه واسه من جرزنی بازی در میارم. یعنی چی؟ خب ما بردیم. حرفه‌ای بود. افتخار دختر. دست اولو ما باختیم. چرا صداتون در نمیاد؟ نه وقتی باختیم واقعا حرف بس گفتن ندارم. من دست بود. دوم به تو میدونم. چشم. آقا بریم آماده بشیم واسه دست دوم. آجی من میخوام این ور وایسم. نه من میخوام اینجا وایسم. یا میتونیم لیوانا رو جابجا کنیم. پس من این ور وایسم. پس حالا بیا این ور. حالا دیگه بیا این ور. وقتی که میگه وقتی تصمیم میگیری شما اوکی کلو دوست داری داشتی. بذار من برم. ببر. خب بچه‌ها بریم راند دوم. جفتش هم یکی. دست تمیز دست دارم این میریزه چجوری میخواد بکشم؟ بچه طوری من کشیدم ایشون برداشت. به قرآن میزون بود. خب ما میبریم. بیا حواسش رو پرت کن. من میرم یه سر از آبا میکنم. موری من میخوام اون ور بذار اون ور واسه دست زد. موری آقا برد. تمام من حساب کن. بیاری اینجا دیگه. خانم صبا خانم نمیتونی بیای تا اینجا بعد فر بدی بیای. اون حرکتی که فرنوش گفت درست نیست، خطا میگیریم ما. یعنی چی نمیتونی؟ یعنی تا اینجا بیای. آره. مگه قانون داره این چجوری میتونی؟ یعنی بازی اسمشو نمیدونی قانون داری میذاری؟ بریم آقا 3 تکس آروم. ما اصلا نیاز به تایم نداریم. این تکون بخوره ریخته. 3 2 1 اصلا ما نیازی به سری برن. آها تموم. مرتضی آروم. نه مرتضی آروم. بچه من دیگه اینجا باش قطع میشه تا بتونه بیاد. اب نداره نمیتونه بیاد. آی مرتضی ماشاءالله مرتضی یه زنی. آفرین سبا بکش مرتضی بکش. سبالون برو عقب. آقا همه دست من دست زدم. برو عقب. برو عقب. تو هر چقدر میتونی برو عقب. برو از میز بزن بیرون. بزن یا حسین. برو مرتضی برو از میز بزن بیرون. میگم بابا اون دیگه نمیره.
برو آقا بیا قدم برده بیا آقا داره باز میشه بذار با اون برای سبا الان کنده میشه بیا مرتضی یکم دووم بیار اون دووم نمیاره کنده شد برو سبا برو مرتضی حرکت کن دیگه وایسادی اون بچه نگاه کنید با چی دارم میکشمش اینا بازی کردنشون وایسادن برای سبا چی برای این نه من ایران جمع آخر همش اینو سوس ماست علیتون بیاد او چه لاکچری شده فرموش برو بریز خب بچه‌ها رفتیم ست سوم لیوانا داره لب به لب میشه برای کشیدن دست آخره میریزه رو دستمال کاغذی دیگه اینا اصلا خیلی پرش کرد خب اینم همون باد میشه خب شما اونوری وایسی نه باید همونجا میشه با دوربین برید جلو نشون بدی حاجی جون شما همونجا وایسا حاجی نترسین الهی حاجی قربونت بره حاجی جون حاجی قربونت بشم حاجی بعدات بشه جانم حاجی این دست نزده ریخته حاجی بازی نکنی حاجی قربونت بشه الهی دایی جون من چیکار کنم اینو به تصویر کشیدی کجا اینو باید به خاک و خون میکشید جان این شما من امیدم به شما سلام واو یو هتل برو بریم آما بابا تو رو کوچ کنم کوچ چیست 3 2 1 برو میخوای هیچی نگین بچه‌ها بازی کنن نه آروم با آرامش راحت کوچ کنم خب تو باخت حاجی جون باری کلام ماشاءالله ماشاءالله تو فوق‌العاده دختر تو فوق‌العاده باری کلام آروم آفرین داداش یا امام حسین تو اصلا توجه نکن به اون دستمال باید لول شده باشه آخرش دیگه چه دستمالیه برام لوله ما این شکلیه چه ربطی داره اون هنوز لول نشده برو داداش اون نه سرما پنج آدم نکرده این نقشه جغرافیا چه کوچه هستی احمد حاجی فوق‌العاده بودی تو بیشور تو چه کوچی هستی وایسادی اونجا همه شخصی رو کوچه بود تو خوب کوچ کردی آره من فوق‌العاده بودم اینجا دخترها برنده میشن خدا وکیلی این چیزی که میگم شواهد بر اساس قرائنه خفن‌ترین تک‌تیراندازهای جهان خانوم‌ها هستن چون تسلط و تمرکزشون بالاست دستشون نمیلرزه ما باختیم بعدم باختیم به خانوما باختیم ولی خانوم‌های سرزمین ما پرچمشون بالاست این بازی هیچ مجازاتی نداره فقط می‌خواستیم این خانوم‌های سرزمین پرچمشون باشه اینو نگیم چی رو بگیم چی رو بگیم خسته نباشید بریم که تصمیم بگیریم چه بلایی سرشون بیاریم چی بلا خودت بلا داره مردم بلا شما کات نکن بی زحمت مرتضی ما کنیم کاپشن تو آتیش بزنیم فردا با همین فیلم برداری داری؟ آره نه چی راکورد دارم این کار گفتن حتما همین آره چون یه دونه سر سکانسش دیگه آقا همه جرزنی نکنید دیگه یه کاپشنه دیگه دوباره میری استوری حضوری میری برمی‌داری میزنی میپوشی دیگه از این خفن‌تر برنوش این چیزه این دست کلیپ برای فردا میکنم برنوش داری باش اشکال نه بیا اینا رو آتیش بزن عالی میشه که اونجوری خب مجازاتتون میگم بریم آتیش بزنیم کجا میخوای آتیش بزنیم اینا خنک کات بده نه کات نده مرتضی یه کاپشنه دیگه بابا ما چند خریدی 1 تومن 2 تومن کردی بچه ها من اصلا هیچی حالیم نمیشه میشه برفی شدی بخورم بابا یه کاپشنه دیگه مرتضی 1 تومنه 2 تومنه چقدر مگه
دیگه حالا یه کار نه 1 تومنه نه 2 تومنه دیگه بیشتر از این که نمیخواد باشه دیگه. بچه این جمله ها رو قبلا یه بار بهم گفته بوده. نه تو فردا با این داستان فردا با این کاپشنه الان داشت اینو ندی به من گیر میده. آره اگه این اصلا نمیخوامش اصلا این شمیه. این کاپشنه رو فردا بهش لاکورت داره. گفتن کاپشن سرمه کلو کاپشن میخواد لباس کلاشو بره. خب بس مجازات شدم اصلا. خب بچه اومدیم الان اجرای حکم کنیم. فرنوش حکمش اینه که مرتضی باید کاپشن رو چه آتیش بزنه. البته تلافی کفشایی که آتیش زدیم، کفشای فرنوش رو آتیش زده بودیم تو ویدیوی قبلی. الان برگشتی گفته که باید مرتضی من نمیدونم به خدا من نمیزنم نداره. آیا من تونستم کفشامو خب چه ربطی داره؟ یه کاپشن فیکه دیگه. حالا این همون یه کاپشن فیکه دیگه من دوست دارم. خب من کتونی رو دوست داشتم. وقتی من با جنبه بازی در میارم کتونی رو آتیش میزنی هیچی نمیگم، میگید حکمه دیگه. یه بار آتیشش قشنگ میشه نه دوبار هی فرتا. حالا بعضی من کلای فرنوش جبرانش همون باشه. دوست دارم آتیش بزنم. من نمیزنم. من نمیشه من نمیزنم آقا. با بازی نمی‌کنم دیگه تو بازی حکم مسخره نباید بدی که. آقا بیا چی الان من اینو تو یه نفس بخورم. بشین پاشو. حکم معقول بده تو. من نمیخوام دور بخوری. کاپشن تو در. من بری بالا بیای پایین در نمیام. یه چیز بگم چون ما سری قبلی کفشاشون از پاشون در آوردیم ما اجرا کردیم. آقا تو با منی دیگه ما هم یاری دیگه با اینا یا با من با تو داداش منی. من نوکرتم. من دارم میگم چون سری قبلی با کفششو ازشون گرفتیم و آتیش زدیم و هیچی به ما نگفتن، ما الان باید اجرای حکم کنیم با همین. ولی حکم به شما داده دیگه. واسه چی بگم من نمیگم کاپشنام نمیزنم. خب من کفشای من آتیش نزدی دیگه. کفشای من آتیش زدی دیگه. همون حکمو داریم بهت میدیم. آقا جز آتیش یه چیز دیگه بده. همون حکمه آقا. تو برای چی الان لباسای تنش دیگه بچه‌ها ببینید دیگه اگه همون حکمو اجرا نمیکنن که دیگه من کلا از این به بعد اصلا توی چالش‌ها شرکت نمی‌کنم. بازی نکن. اگه بخوای همه چی آتیش بازی نکنی بهتره به خدا. آقا حالا همون حکمه دیگه. منم دارم میگم کفشا یه بازی بود تموم شد. من نمیزنم. من کفشات حالا آتیش بزنی بازی کردی. پس بگید دیگه بازی نکنی. در بیار آتیش بزن. بابا چیه در بیارم آتیش بزنم؟ بابا کفشات در بیار آتیش بزن. یه جور کفشا در کیا کفشا رو دیگه کفشه. پس چرا بازی می‌کنی؟ داداش در بیار. چرا اولش شما نمیگی؟ چرا مجازات اولش تعیین در بیار آتیش بزن. فندکی داره فندک. شما اولشون سری بازی کردیم به من حکم دادید کفشات. یهو بعدش که باختیم گفتید کفشاتو در بیار. الان آقا در بیار. مرتضی در بیار. چرا میندازی؟ آتیشش بزن دیگه. فندک بده. بر بابا به خدا من دیگه با تو بازی نمی‌کنم. خدا که تسلیت بازی. من نمی‌دونم این ادا بازی‌ها چیه. الان ما آدم بده دیگه. هم حکمی که تو به ما دادی ما بهت دادیم. آقا یه دقیقه آتیش نزن. آتیش بزن بابا. واسه پرت می‌کنی آتیش بزن بنزین بریز روش. تو با کی؟ بابا ول کن. نزن. تو رو قرآن. خدافظ. تو رو خدا نزن سبا. تو رو قرآن. بیا باشه بیا کاپشن کارما. بیا کاپشن آتیش بزن. اونو نزن. بیا آقا اونو نزن. بابا این چه کاریه؟ چهارشنبه سوری مبارکه. داداش تو با من یا با اینایی؟ یه داداش باید انجام بدی دیگه. یه کفش دیگه. باختی. چطوری کفش فرنوشو برداشتی آتیش زدی بی جواب. به تو حکم داد. ما کفش سوار رو سوزوندیم. گفتیم آقا کفش ایشونو میسونیم ایشونم در اومد. گفت چرا کفش سوار رو نمیسونیم؟ من از اونجایی ناراحت شدم که تو میگی چرا به تو حکم نمیده. سر یه کفش برو با مرتضی. اینقدر بی جنبه نباش دیگه. همون حکمی که به من دادی آقا من کفشای من نسوزوندم. خب منم کفششو سوزوندم دیگه. چه چیز عجیب غریبه. یه کفش دیگه واقعا. گفتی کاپشن همون دوست دارم دیگه. من تازه ما چیز کردیم گذشتیم از خدا این کارا هم خاص شده هم قدیمی شده. این کارا رو میکنه بهتون میخندم به قول. آها اون موقع که تو میکنی اینا خاص و قدیمی. موقع خیلی جالب بود نه؟ آتیش بزنیم بره. خوشحال میشی در این کارا؟ آره. صوفیه.
مرتضی نیستم یه بار با اینا چالش بازی کنم یا این کارا. مرتضی نیستم. یه بازی تموم شد. بردار خاموشو بپوش. اما هر کی که خاموش دادی. بودی بردار. اشتان داداش. ضبط از این کفش فدا سر. داداشم مرتضی عشق و زندگی من. حالا یه کفش شد یارو ناراحت چی؟ بابا مرتضی میشه یکم آب رو این بریزیم تا ببینیم چی شکلی شد. شیلنگ داری؟ بشیر شیلنگ داری؟ بابا یه دونه نوشو میگیری فردا میاریم دیگه. آقا چی میخوای؟ میشه بری تو الان حکم اجرا کنی. یکم آب بریزیم روی؟ بابا من توی صحبت نکنم. به قرآن فرش میذارم تو سر صورت خودم ها. آره بزن. یه ساعتی دیگه چیزی آب بریزیم روی. آقا بری تو دیگه حکم اجرا کردی دیگه. آقا برای چی برم تو؟ حکمشون دارم نگاه کن. یه ساعت چیز بیاری آب بریزیم روی. باش من باهاتون کار دارم. چه کفش؟ بعد کفشم نداره بنده خدا. اتفاقی برای فرنوش افتاد کفش نداشت. پا برهنه شد. خیسه به قرآن. نه عالی شد عالی شد. عالی شد. آب داریم؟ کفشای مرتضی همینطوری داره میسوزه و دیگه چیزی برای از دست دادن نداره این صحنه. بله گروه امدادی به داد ما میرسه. بشیر عزیز بشیر تمومش کن اینو. کفشای سرندیپیتی رو تمام. اونجا آتیش کنم اونجا رو خاموش کن. اونجا آتیش کنم. جون کفشاش میخواد زیاد بشه. خاموش نمیشه بنزین داره چی؟ بچه واقعا من بگم آتیش چرا اینجا روش برنامه این نبود. بنزین داره. پلاستیک بنزین ریختین؟ آره بنزین تو آور میسوزه. جدی؟ آره. حالا روی استراخ بنزین آتیش میزنه آتیش میگیره. پلاستیک نیست بشیری. بنزین توش. نه چرم نه بنزین ریختین دیگه. آره بنزین. اون کتونیا چرم بود؟ بله. بنزین خاموش نمیشه. گاو بود. چرم. پلاستیک هر چی باشه خاموش میشه ولی بنزین خاموش نمیشه. اوکی. تا همین الان که تموم شد. اینا تمام شد. مرسی بابا. 43 بود شد 38. مرتضی این نمای کفشای خوشگلت بود. چی بود؟ مرتضی پوینت چی؟ جیوانشیه جیوانشی. 38 کفشه بابا. خیلی خفن شد. ناراحت شدی؟ خیلی تو واقعا مرد که غصه میخوره. به خاطر یه کتونی؟ نه به خاطر رفتار زشت تو. رفتار زشته. مرسی که تا این لحظه ما رو نگاه کردی. مرتضی هم ناراحت نیست. بگو که ناراحت نیستی. بچه بازی در بگو ناراحت نیستی. بگو ناراحت نیست. تموم شد این خودشون باشه شوخی کنیم. منتظر ویدیوهای بعدی ما باشیم. کتونی در برابر کتونی.